سرخط مهمترین خبرها: کمیته های پارلمانی قرقیزستان سازشنامه علامتگذاری مرز با تاجیکستان را قبول کردند. وزیر کارهای خارجه و نماینده سازمان ملل موضوع گریزه ها را بررسی کردند و دانشمند تاجیک از این بیضایف درگذشت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 28 فوریه سال 2025 است. 6 کمیته پارلمانی قرقیزستان لایحه معین کردن مرز با تاجیکستان را تصدیق کردند. یگان وکیل مقابل این لایحه آواز نداد. جزئیات سازشنامه مرز را قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 27 فوریه در پارلمان کشور شرح داد. با گفته تاشیف مذاکره بر سر جماعت واروخ اسفره بسیار مشکل گذشته است. به نقل او مردم در آنجا تقریبا 19000 گکتار زمین را استفاده می بردند و در نتیجه طرفها به خلاصه آمدند که 14500 گکتار زمین و همچنین 1000 گکتار چراگاهی نزدیک به آن را تاجیکستان بگیرد. در عوض 1000 گکتار چراگاه در ناحیه چانآلای ولایت اوش به قرقیزستان داده می شود. چانآلای در مرز با ناحیه لخش و جرگتال تاجیکستان جایگیر است. پل 20 متری در منطقه چارکو یا تارتکوچا به اختیار قرقیزستان گذشته است. تاشیف گفت این پل در وقتش با مبلغ قرقیزستان و در زمین پیشنهاد کرده تاجیکستان ساخته شد. رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت در رابطه با خود چارکوچا یا تارتکوچا سازشنامه آماده می شود که بر اساس آن به 253 متر مقام بی‌طرف داده می شود. بر اساس توافق حاصل شده تاجیکستان و قرقیزستان همچنین شاهراه خواجه اعلی واروخ را در مسافه 3425 متر و آریان شورستان را با درازی 3241 متر باید بسازند. این راهها هم منطقه بی‌طرف اعلان خواهد شد. شاهراه‌های خوجند، ارقه، کانیبادان و بازار دوستوک در عموم 12 گکتار به جانب تاجیکستان داده می شود. در عوض قرقیزستان 25 گکتار زمین می گیرد. دهه دوستوک در ناحیه بادکند پر را به تاجیکستان داده می شود. در عوض این دهه یعنی 91 گکتار قرقیزستان همین مقدار زمین و باز یک قطعه علاوگی را می گیرد. مقامات تاجیکستان تا حال سازشنامه معین کردن مرز با قرقیزستان را شرح ندادند. بینندگان عزیز، تفصیلاتی بیشتر در این باره در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org نشر شده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رهبر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان واخورده است. به اطلاع وزارت کارهای خارجه صحبت سراج الدین مهرالدین با ایوان سلیف 27 فوریه صورت گرفت. منبع می نویسد وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های تاجیکستان با این نهاد زیرتابع سازمان ملل و روند مساعدت به پناهندگان از موضوعهای صحبت بود. وزارت کارهای خارجه و هم نمایندگی سازمان ملل در این باره جزئیات بیشتر ندادند. این واخوری در حال است که شکایت گریزه های افغانستانی در تاجیکستان از بی اساس اخراج شدنشان به وطن خود زیاد صدا می دهد. در اول ماه دکمبر سال گذشته اداره پناهجویان سازمان ملل از چنین عملکردهای مقامات تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کرد. به گفته این سازمان در مدت 2 روز 41 شهروند افغانستان از جمله 37 پناهجو را به وطنشان اخراج کردند. سازمان از حکومت تاجیکستان خواست که این کارهایش را فوراً بس کند، چون مخالف با تعهدات کشور و عهدنامه‌های بین المللی است که تاجیکستان زیر آنها امضا گذاشته است. از این بیضایف دانشمند تاجیک و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در سن 65 سالگی از عالم درگذشت. در این باره صلح عظیمی فرزند مرحوم در فیسبوک خبر داده اما سبب مرگ پدرش را نگفته است. از این بیضایف فیلولوگ و شرقشناس تاجیک است که سالها به دانشجویان دانشگاه ملی درس میداد. او مؤلف چندین آثار علمی درباره نظام تحصیلات در تاجیکستان بود. این دانشمند تاجیک سال 2021 کتاب را با نام مسئله مهم اصلاحات نظام معارف را تهیه کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جستجوی شخصی با نام محمد خبر داده است که به غارت ترمینال بانک دوشنبه سیتی و یک مغازه گمانبر است. به اطلاع این نهاد روز 16 فوریه 2 جوان ساکن دوشنبه با اتهام غارت ترمینال بانک دوشنبه سیتی دستگیر شدند. همچنین روز 26 فوریه مغازه یک ساکن ناحیه ورزاب را هم در دوشنبه غارت کرده 6,500 سامانه او را به یغما بردند. 2 جوان 18 و 19 ساله با اتهام دزدی این مغازه دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی گفته است در هر دو حالت گمانبران گفتند جنایت را با محمد نام شخص انجام دادند. مقامات بدون آوردن جزئیات بیشتر درباره محمد گفتند که این شخص را جستجو دارند. همه سال در تاجیکستان صدها دزدی می شود که به گفته ساکنان نه همه آنها کشاده و جنایتکاران دستگیر می شوند. از جمله چند ساکن جماعت لاهوری ناحیه رودکی اخیراً بر رادیو آزادی نوشتند دزدان چند مراتب است که چارهای مردم را به یغما میبرند ولی مقامات تا حال گناهکاران را پیدا نکردند.
در قرقیزستان نظام نویسانیدن الیمنت از پدر یا مادران سردکش را پیشنهاد دارند. یک وکیل پارلمان این کشور گفته است اگر مرد نخواهد که برای فرزند خود کمک پولی یا الیمنت جدا کند، پس باید خویشاوندان وی عهدهدار شوند که این پول را بپردازند. نستایش وریما در این باره با حامیان حقوق و مادران تنهایی که سالهاست برای الیمنت فرزندشان با شوهران سابق مبارزه میبرند صحبت کرده است. گزارش را در این باره زرنگزی نوروزشاه تقدیم میکند. من تصمیم گرفتم که بروم، چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه ناخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم. این ساکن 38 ساله بیشکک نخواست چهرهش نشان داده شود. می ترسد که شوهر سابقشان را دیده قصداً به او الیمنت نمی دهد. وی 3 پسر دارد. کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعد 14 سالی آزار و اذیت شوهر سال پیش از او جدا شد. بعد تلاش و مراجعت‌های زیاد به نهادهای مسئول چند پیش موفق شد که از پدر فرزندانش الیمنت گیرد. وی نمیداد. میگفت بگذار نزدیکانت به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم. Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь. با فرق از نازگل، این زن 31 ساله راضی شد که آشکار از حیات خود قصه کند، هرچند وی هم از شوهرش ترس دارد. ایزد در 19 سالگی شوهر و تولد کرده است. شوهرش در یک صدمه جان باخت. او را با برادر شوهرش عائله دار کردند. از ازدواج دوم صاحب 4 فرزند شد. بعد نیم سال ازدواج وی به من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال‌آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وی با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. ماندم و طاقت کردم. وی عرق نوشیده مرا میزد، بوغی میکرد. من حتی فکر خودکشی را کردم. 2 سال پیش ایزد با کودکانش از جلال‌آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم به زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر بی غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بار میکشید، در بازارها پرتو میچیند و فراشی میکرد. به نقل او شوهر سابقش نمیخواست به کودکان کمک کند. سال گذشته برای الیمنت مراجعت کردم ولی او پول نمیدهد. الکی 60,000 سوم قرضدار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من ضد نیستم. دوستان بکشف وکیل قرقیز پیشنهاد دارد ضمانت عائلوی جاری شود و اگر شوهر سابق از اجرای مسئولیت خود دست کشد، درآمد خود را پنهان نماید یا بیکار باشد، تامین کودکان را باید نزدیکان او بر دوش بگیرند. پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر عائله از هم پاش خورد، نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تامین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند. بنابر پیشنهاد وکیل برای چنین ضمانت نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح راضیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند، عروس میتواند تصمیم بگیرد که آیا میسازد با چنین شخص عائله‌دار شد یا نه. حامیان حقوق میگویند این پیشنهاد خوب است، ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت عائلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. با باوری بکشف این یک راه مؤثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی شمار چنین مردان در قرقیزستان به 100,000 نفر میرسد. مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دادن 90% یاریهای خارجی آمریکا را به واسطه یوساید بحث کرده است. این معلومات را تلویزیون CNN از حجت‌های دادگاهی پیدا نمود. طبق این سندها مأموریت ترامپ 5800 گرانت خارجی را قطع کرده، بیش از 500 تای آن را پره بازداشته است.
پول عمومی این گرانت ها به 57 میلیارد دلار میرسد. برابر با یاری های USAID 4100 گرانت حکومت آمریکا بیکار کرده شد و 2700 تا آن باقی ماند. این پاسخ مأموریت ترامپ به دادگاه فرستاده شده است که قانونمندی بازداشته شدن کمک ها را به دولت های خارجی محاکمه میکند. در سند این چنین گفته شده است که کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا مارکو روبیو شخصا هر یک طرح گرانت را ارزیابی کرده برای حفظ و ادامه آن و یا بسته شدنش قرار قبول کرده است. دعواگران باور ندارند که یک آدم و حتی گروهی از شخصان توانند در یک فرصت بسیار کوتاه همه این طرح و برنامه را تحلیل و بررسی نموده قرار درست قبول کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 فوریه را فرا میگیرد. کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازتنامه کار به شبکه‌های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه‌های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحبکاری و تجارت انتقاد شد. در سالهای استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر به موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع می‌کنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان اعتراف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوان تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمند که صدای نرم و فوره می‌دارد در یک مصاحبه‌اش با آزیا پلوس اعتراف کرد که با سپارش این مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه‌های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سالهای بعدی به اجرای آهنگ‌های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 124 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org با آخرین خبرها در خدمت شماست. با امید دیدار، خدا نگهدارتان.